5 پادشاهی که با بیرحمی تاریخ رو خونالود کردند، از چنگیز تا نادرشاه، پادشاهان مرگ. آیا میدونی بعضی پادشاهان تاج خودشونو نه با افتخار بلکه با خون بیگناهان رنگین کردن؟ تو این ویدیو شما رو به قلب تاریک ترین دوره‌های تاریخ میبریم، جایی که فرمان روایان زمین رو با جسد فرش کردن و شهرها رو با خاک یکسان. 5 فرمان روا، 5 چهره تاریک قدرت. امروز میخوام ببرمت به دل جنایت‌های بزرگ، پادشاهانی که تاریخ رو با خون نوشتن، از مغولستان تا اروپا، از آتش روم تا جهنم دهلی. با من بیا تا با هم تاریک ترین پادشاهان تاریخ رو بشناسیم. چنگیزخان، مؤسس امپراتوری مغول. در قرن 13 میلادی مردی از سرزمین مغول ظهور کرد که به تنهایی نیمی از جهان رو به خاک و خون کشید. طبق منابع در فتوحات او نزدیک 40 میلیون نفر کشته شدند که بیش از 1 میلیون نفر از اونها ایرانی بودند. در محاصره نیشابور در سال 1221 میلادی تاریخ نگاران گفتند شهر تبدیل به جویبارهای خون شد و از سرهای مردان و زنان و کودکان برج‌هایی ساختند. حتی سگ‌ها و گربه‌ها جون سالم به در نبردند تا ترس رو به سایر شهرها منتقل کنند و بزرگترین امپراتوری رو بر استخوان‌ها در تاریخ بنا کرد. ولی به چه بهایی؟ جویبار خون، آتش و نسل کشی عظیم. شهرهایی مثل بخارا، مرو و بلخ از نقشه زمین محو شدند. تیمور لنگ حدود 1 قرن و نیم بعد از چنگیزخان، تیمور لنگ با الهام از مغول‌ها امپراتوری خوارزم و بخشی از جنوب آسیا رو فتح کرد و به قدرتمندترین حاکم منطقه تبدیل شد. تیمور لنگ به رغم اینکه ادعای مذهب داشت، بیرحمی بی‌حدی از خودش نشون داد. اون بعد از نیشابور و هرات مناره‌هایی از جمجمه‌های قربانیان ساخت و خبرساز شد. سپس در سال 1387 میلادی با محاصره اصفهان یکی از خونین‌ترین قتل عام‌های اون دوران رو رقم زد. اما شاید بزرگترین جنایتش مربوط به لشکرکشی به هند بود، در جنگی که در سال 1398 قمری در پانیپات رخ داد. سپاه دهلی رو شکست داد و بیش از 100,000 نفر رو قتل عام کرد. تیمور نه تنها از بریدن سر انسانها ابایی نداشت، بلکه میگفت هیچ منظره‌ای به اندازه فوران خون از گردن کسی که سرش به دست اون بریده شده براش لذت بخش نیست. اما جالب اینه که همیشه هنرمندان و دانشمندان رو میبخشید و به پایتختش سمرقند میبرد، اما بقیه مردم رو بیرحمانه میکشت. به این ترتیب نام تیمور لنگ در تاریخ به نماد وحشیگری گره خورد. نرون، امپراتور روم. جدا از شرق دور، در دل امپراتوری روم نیز پادشاهی نشسته بود که جنایاتش از بقیه اروپای باستان شنیده میشد. نرون، امپراتور روم، ابتدا شاید حکومتی موقر و متمایل به هنر داشت، ولی با گذر زمان دیوانگی و تجاوزات اون بر روم شروع شد. نرون در سال 64 میلادی به سربازانش دستور داد تا مخفیانه روم رو آتش بزنند و مسیحیان رو باعث این آتش سوزی بزرگ دونست و دستور به قتل عام وحشیانه اونها داد. در اون زمان روم نزدیک به 800,000 نفر جمعیت داشت و شهر روم 6 روز در آتش میسوخت و هزاران نفر از مردم شهر کشته شدند. در شبی که روم آتش گرفت، روایات میگن بر فراز قصر خودش آتش سوزی رو نگاه میکرد و چنگ مینواخت و آواز میخوند. تاریخ نگاران نقل کردند او مسیحیان رو متهم جلوه داد و بسیاریشون رو به صلیب کشید و زنده زنده سوزاند یا به سگ‌ها سپرد. همچنین مادر، همسر و بسیاری از مخالفانش رو کشت. طبق شواهد به جای بازسازی روم قصری با شکوه به نام خانه طلایی ساخت. در نهایت به خاطر شورش و نارضایتی مردم مجبور به فرار شد و در سال 68 میلادی خودکشی کرد. اما میراث خشن و سوزان او تا همیشه در خاطر رومیان باقی موند. نادرشاه افشار.
در سده‌های بعد خشونت و کشتار تنها به امپراتوری مغول و روم محدود نبود. یکی از خونریزترین پادشاهان تاریخ ایران هم هزاران کیلومتر تا هند پیش رفت و نام خودش رو جاودانه کرد. نادرشاه فاتح بزرگ ایرانی بود که سرزمین‌های وسیعی از آسیای مرکزی تا شبه قاره هند رو فتح کرد. اون با اینکه به عنوان فاتح برجسته معرفی میشد، در کنارش به خاطر شمشیر بیرحمش هم معروف بود. در حمله بیرحمانه به هند وقتی شنید سربازهایی که به دربار دهلی فرستاده اعدام شدند، دستور قتل عام داد. طبق اسناد حتی معاون حکومتی هند نظام الملک دکن به اون گفت دیگه کسی نمونده که تو کشته و ببری. بعد از تسخیر شهر سربازهای نادرشاه خانه ها و بازارها رو غارت کردند و ساکنان رو کشتن و اموال باقی مونده رو چپاول کردند و در کمتر از چند ساعت هزاران نفر کشته شدند و خیابانها با جنازه ها پوشیده شد و گنج هایی مثل تخت طاووس و الماس کوه نور به همراه آوردند. قبل از اون هم نادر در ایران حکم قتل عام و به آتش کشیدن شهرهایی مثل هویزه و شوشتر رو صادر کرده بود. گفتند نادرشاه حتی در سالهای آخر حکومتش افسرده و تندخو شده بود و بیش از هر زمان دیگه‌ای بیرحمی به خرج میداد. آدولف هیتلر آخرین مورد فهرست ما به دوران معاصر برمیگرده. آدولف هیتلر رهبر حزب نازی آلمان که با نارضایتی گسترده مردم از شرایط اقتصادی و سیاسی به قدرت رسید. اون با سخنرانی‌های مسحور کننده توده ها رو جذب کرد و پشت این سخنرانی‌ها و شعارها نقشه‌ای وحشتناک پنهان بود: تصفیه نژادی، گسترش قلمرو و حکومت مطلق بر اروپا. هیتلر باور داشت که نژاد آریایی ارزشمندتر از بقیه نژادهاست و یهودیان، کولی‌ها، همجنسگرایان، کمونیست‌ها و معلولان باید از جامعه حذف بشن. همین باور پایه‌گذار یکی از بزرگترین جنایات بشری شد: هولوکاست. بین سالهای 1941 تا 1945 هیتلر و رژیم نازی با احداث اردوگاه‌های مرگ مثل آشویتس میلیون‌ها انسان رو به فجیح‌ترین شکل به قتل رسوند. فقط در جریان هولوکاست بیشتر از 6 میلیون یهودی کشته شدند. این قتل عام‌ها با دقت برنامه‌ریزی شده بود. از قطارهایی که مردم رو به اردوگاه‌های مرگ منتقل می‌کردند تا کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز، همه چیز با نظم و بی‌احساسی تمام پیش می‌رفت. اخیراً گوشه‌ای از اسناد SS تایید کرده که خود هیتلر دستور نهایی هولوکاست رو داده. به مرور در جنگ جهانی دوم با ورود متفقین ورق برگشت و شکست خورد. در نهایت زمانی که نیروهای شوروی به برلین رسیدند، هیتلر که مرگ خودش رو حتمی میدونست در پناهگاهش خودکشی کرد. این 5 نفر با فاصله زمانی متفاوت یک نکته مشترک داشتند: تبدیل ترس و خشونت به ابزار حکمرانی. چنگیز و تیمور بر پایه ترس امپراتوری رو ساختند. نرون و نادرشاه قدرت رو با طمع و انتقام پیوند زدند. هیتلر نشون داد مدرنیته وقتی در کنترل بعضی انسان‌ها باشه چطور تبدیل میشه به اهرم کشتار. اما یه سوال: چرا باید این تاریخ خونین رو دوباره مرور کنیم؟ چون یادمون باشه تکرار اشتباه گذشته بزرگترین خیانت به آینده است. آیا فکر میکنی کسی بود که بی‌رحم‌تر یا وحشتناکتر از این 5 نفر باشه؟ حتما توی کامنت ها بنویس.